سلام دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که اولش پروردگار و شما هستی که چقدر مردم نیازمند و کمبغل از دستگیری میکنه. پروردگار از هر یک قدم شما راضی باشه. دوستان این ویدیو ما برای عمره هست، اما پیش از من گفتم همین گپ بگم، این رکلام نیست. پروست دوستان عزیز با دقت گوش کنید، خواهش میکنم از هر یک قدم. همین رقمی که در روی اکران میبینید تو ویدیوی مقصد عمره را سرشیدن، یعنی که رقمی که کمپانی ما را روی کردگی حج عمره. دوستان عزیز در همین رقم‌ها واتساپ های در همین رقصت زنگ بزنید. خدمت که در مسکو برای قطشو و بخره از فیدنه انداختن در قطشو، یعنی که دگاور کنه برادر من ای فلان جا میگیری، من فلان جا روی میکنی، همین خیلی راه بلد میتی، همین خیلی جواب سوال همش ای گست نیستش، خورد خوراکش همش میفهمه. الحمدلله ما اومدیم بعضی پستی بلندیای بود اینو برطرف شدن. گفتی گپو ان شاء الله، یعنی که صلاح عمره همین کمپانی صلاح عمره. دوستان عزیز با دقت با میگم یا بار یکی خطشون اول صحبت کنه، ای فیدنه اندازیده خطشون صحبت کنه و بخره دگاور که برادر من میبری با امجا فلان جا فلان جا همش دگاور میکنه خطیش. بعد می اگر او وقت نکر ان شاء الله گاو زنی. یک دیمش که ان شاء الله خدمت گراجدانی روسیایی 100,000، خدمت گراجدانی تاجیکستانی 190,000، در جای خدمت دولت باشه 190,000، خدمت اگر RVP که وید نجی داشته باشه 140 یا 150,000 الله اعلم. با هم خاطر الحمدلله ما اومدیم مدینه مکه امروز الحمدلله با طواف کردیم، سیم طواف ما کردیم، یعنی عمره ما کردیم از تن مادر ما خدمت ما مقصدم خیل. با هم خاطر دوستان عزیز به همین رقم‌ها زنگ شما بزنید، خطشون صحبت کنه. اگر که خدمت اومدی نفهم باشه برای خطیت یعنی که پریتنزیات رو بکنید، در هر جگه خبر نزنه. از هر یک قدم خواهش میکنم با خیر امان خدا. سلام عمره این همین رقم‌ها خطشون گپ بزنید، واتساپ شون ان شاء الله در خدمت شما. السلام علیکم. دوستان عزیز بارگاه صبح بخیر. ساعت 4 شب است. ما الحمدلله سیم بار چی سر کردیم، یعنی که عمره. یعنی اگر کی جا میتونسته حق داشته، اگر حج خطه تیار میکرده میتونسته از تنی رفیقت مادرت پدرت. الحمدلله این سحر ما نیت کردیم برای مادرمون حج عمره کنیم، از یعنی از تنش در حقش دعا میکنیم. یعنی که برای این 20 و 25 کیلومتر الله اعلم. همین مسجد حضرت عایشه مادرمون دختر ابوبکر صدیق، یعنی که همین مسجد به نام همه نامگذاری کرده شدگی است. الله اعلم. اگه آدم نیفتم بفهمم که در این خواندگی نمازی یا که همشون به نام مادر ماموندگیان. خلاص هم جا آمدیم ان شاء الله حج عمره را بسم الله گفته سر کردیم. 25 کیلومتر میبرم اومده. اینا عایشه هده برنامه عایشه هست. با اون خطی پایگیری کنه انشالله چقدر تونستیم نشان میدیم. یعنی حج عمره را بسم الله گفته 25 کیلومتر برای حج از تنها کسی که میکرده بعد 25 کیلومتر میومده همینجا سر میکرده یعنی که عمره اینجا میره. بعد طواف خانه کعبه، بعد دویدن مقصد هم خیلی یعنی صفا و مروه. بسم الله الرحمن الرحیم. خطی پایگیری باشه چقدر تونستیم انشاءالله نشون میدیم. خدا امون خدا. السلام علیکم. پایگیری کنیم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لك والملك لا شریک لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ملك لا شريك لك الحمد لله عزیز الحمدلله نمو رسیدیم بسم الله گفته سر میکنیم میدریم در خونه خدا این ساعت لا اله الا الله محمد رسول الحمدلله که بیروس ما رو خدا رسول خب دوستان عزیز این ما بسم الله گفته درمدیم که خونه خدا یعنی که کسی که احرام داره به این راه میاد کسی احرام نداره یعنی بین ایتاج بلانگی میاد چی میشه یعنی فقط آدمای احرام دار آدمایی که طواف میکنن در گرد خانه خدا یعنی با زب ساز شوگی الله الله نماز بامداد دوستان از آن گوش کنیم بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز بونگی که دیگه کار نداری تاوف الحمدلله ما تاوف کردیم یعنی 7 کروگی که تمام هست در همین عمره میدرویا بعد همین 7 کروگ ما گشتیم الحمدلله 1 کروگ دیگه برای شما دوستان گشته هستم که مردم ما چخیل بینه که چخیل تاوف میکنن چخیل فر میگردن با کدوم خاطر یعنی که نگاه کنی همه یک مقصد مردکا در نظر دارم همه یک نمود فرما داره با یک کم بغل مقصد پل داره به پل یعنی که روز محشر روز قیامت همه یک نمود است همه یک نه یعنی که بغیر یک کنسون سفید هیچ چیز نمیبره فقط چی میمونه عملی نیک این همچنین در همینجا طواف میکنن این همچنین ببینی که نیروز راستی سنگ سیاه میگیم سنگی که از بیش واردگی بین اینه مکان حضرت ابراهیم هم سنگی که در بالاش میموندن مکانی که دوره که خونه خدا را ساز کردن در بالای همون سنگ میبرمدن این معجزه پروردگار با اذن الهی همین سنگ بالا میشید این بلند بود که مقصد بالا میموندنش یعنی که نسته این همین مکانی حضرت ابراهیم میگم این پایه های هر شد در همینجا چقدر از جمعیت ها نمیدونم اینه میتوانه این مکانی حضرت ابراهیم نه در خونه کعبه از طلا هستن همش خلفش هم از طلا هست نه گوشکش که آب میریزه مقصد آب بارون جمع میشه از طلا هست مردم خواهران و مادرایی که معیوب هستن برادرای معیوب هستن در کلیاسکو یعنی که با قریبش از تلنی خلق دور کروگ میزنن مقصد اینجا بام کشتگی با چطور نشون بتیم چقدر ایتونستم به حد امکان اینجا 7 طواف میکنی 7 بار طواف میخوری بگیم با کیردیم خونه خدا بعد در این پشت در این طرف با میره در راست مکان حضرت ابراهیم مبین هر دیمین و سنگ سیاه مکان حضرت ابراهیم در رکعت نماز میخونی بعد میبروی با بین صفا و مروه با دویدنی میره جایی که مادر حضرت اسماعیل مقصد برای او این طرف و طرف دوید ها اون طرف رای بالا دارد با اونجا میتوی انشاءالله حرکت میکنیم با نشان تیم با خود امان خدا حرکت میکنیم که باز یعنی که باز نشان تیم هموشو کنیم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله مقصد اونم سنگ سیاهی که مقصد پیش سفید بود از سگ گناهی مردم کردن سیاه شد یا که به قول ملائکه به قول که سنگ است که در امور ساختن خانه خدا دوره حضرت ابراهیم وقتی خانه را میسازد هم یا اوگلش بگیم سنگ نمیرسه یا خداوند سنگ میفرسته از بهشت هم سنگی که بسیار آدم بوسش میکنن و حضرت عمر وقتی که نیا بوسش میکنه نگاه دیدم همینجا که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوسش کردن باشه آیا سنگ چیز دیگر نیست این هم سنگی که نسیاه پیش بردم تمام خوب ما از دوران میبریم دوستان عزیز خدا نگهدار تو دعا گو باشه انشالله ما با میریم در رکعت نماز میخونیم با دلش انشالله نشان تیم هیچ این از این بالا بگیم خوب تماشا اینجا میریم بس سنگ مروه
و صفا یعنی بین یه جسم سر نه صفا میشه یعنی سنگ ببینی شوخه همین شوخ یعنی که همین سنگ که کلونجا که های اصلا این اینجا بی سر کلاپای خیلی کلاپای میخوام بی او طرف مروه میشه اول میریم ان شاء الله نشون تو میتیم آخرون کرو رسول الله لا اله الا الله محمد 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 رسول الله میتونید در اینجا قرآن بخونید دعا بخونید آیات بخونید مقصد بعد این اینجا خطی ساو سر میشه یعنی ام زلیونی از همینجا با تو آخری زلیونیش بدوی نه به خاطر که هم وقت مادرمون یعنی مادر حضرت اسماعیل همینجا دویده بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله 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 لا اله الا خوب این هم مقصد هم خیلی روح شد لا اله الا الله شد محمد رسول الله سون عزیز ما اینا کوتالا برمادیم این ایجا برماده کوتالا راست ایجا صفا میشه یعنی بین صفا و مروه میگن یعنی که ایجا مروه اوجاش صفا از نشون تو میتیم این است سانکو این همی شوخ ایجا بلند برماده یک کافیلش کرده این همی مروه های دبولوش چی شکلی یعنی با خیلی یعنی سنگ ایجا و سنگ حضرت مادرمون خدا رحمت و مغفرتش کنند و دوره که حضرت ابراهیم میمونش برای حضرت اسماعیل برای که گفته گودک تشنگی نه مثلا نام برای میدوه این طرف با او میدوه همین او زمزم همون دوره باید پیدا شدگی یعنی که با یک قوله که حضرت جبرائیل و یک نوک پرش میزنه او میبره به قوله که از وسم بش میزنه هم گودک او میبره یا او زمزمه خلاصه این همی 7 کروگ میدوید 7 کروگ همی خیلی بگیم فر میگردی 7 کروگ که گشتی بعد بگیم میرای سر کلای ما از تنی انشالله رحمتی مادرم کرده استیم و با بوله همی با تیغ میزنیش یعنی که 2 روز بعد 3 روز بعد ایتنی کدوم شخصی که میخوان برای عمره کردن در حقشون میخوای برای زورشون نمیرسه آمدن با پدر مادر مقصد چی کسی انشالله میتونی بکنی همه خیلی 7 کروگ یعنی درسترش وقتی که مثلا ای تاجیکستان اومدی با مدینه اومدی فراموش کردم کدوم مسجد بود دو ویدیو پیشترم بود از همونجا که یعنی که احرام میپوشی این همی احرام است مثلا در تنه مردک نشون تیم این همی احرام است یعنی که فقط مردو را در نظر دارم احرام که پوشوندی راست شکل اوجا خواهرام گوش کنن اگر یعنی مثل کفن ای تو حق نداری در این تحپوش پوشونی فقط لاقاکیت شود پایانده میپیچونی اتش در بالا تمام احرام همین قصه دیگه یگان چیز درنی این نیست همین هم میپوشین یعنی دوخی زدن همین آوازی منی در صابون هم میکنی دوخی زدن در این یعنی که صابون زدن یه فقط تازه این احرام باید در تنت باشه فر میگردی خواهرها را نمیدونم با فیلم پوستش کنیم اما همین مردها مثل کفن یعنی که اسلام در همجا نشان میده که این همین خطر است فقط میتونی تازه پوشانی یعنی با مرگ تیاری یعنی که همجا وقتی که اومدیم که میگه کو وقتی سینی کعبه اومدن میگیری لبیک اللهم لبیک هم یک گفته اومدن میگیری یعنی که خدای من در پیش تیارم مقصد روز یا پیری تبوی میگم با عرصش لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لك والملك
شریک هلکه اینم خیلی گفته میگیری بسم الله اینجا با ما میدویم یعنی هم ایو پرا میدوی ای پرا یک دو این ای طرف دو میشه با میره سه با میوی چهار میره پنج میوی شش هفت میره بعد میبره ای در بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر 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 ولله الحمد ولله الحمد نگاه کنید اینجا اینه بانگلادش کیتایس درسترش نیگرو مقصد یعنی که برادرای همه اسلام همه مسلمان یکم کسی نمیگه تخشروی کلی شمروی پیش خداوند همه یک است من اینجا اسلام رو میفهمی یعنی که همه برادریم دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکم درجه برادری را مستحکم کرد که در حالت جهاد یعنی در حالت یعنی یک جنگ مثل که حاضر بین برادرها و مسلمانی که دو برادر هم بگیم بدبینی هست کینه و نفرت هست همین نباشد اگر ای باشه ما هیچگاه غلبه کرده نمیتونیم یعنی باید یک دیگر فهم باشه الحمدلله این ما دو کروگ سیم کروگ شین الحمدلله رفته سودیم یک دو سه و میم چور میریم پنج میم شش میریم هفت خلاصه همش نشونه باز شخصی با پیداشتن که بگن که میمری خب بخورم چیتا ایده تاوف تکنیم ما کردیم باز تکرار همشن بگم یوشا به خاطر خدا به خاطر شما کرده استون که ببینه که چیکارهایی هستن که باید انجام بدهی با میگم بعضی هاش که راه بلد داریم باید میفهمم تو شخصی ها که میچتد میکنن تماشا میکنن آماده نمیتونن خدا نگهدار تو انشاءالله چقدر تونستیم دوام میتیم نتونستیم پناه خدا انشاءالله خلاصه بعد این میریم سر کله با کل میگیم 7 گروه میشه خدا نگهدار چیز دیگه را فراموش کردم دوستان عزیز این عربه چاکوی میبینی نگاه کنی همیه الله علم مفهوم 100 ریال 100 ریال چند میشه 100 ریال میتی 800 سو میشه 1000 سو میشه نمیدونم همین عربه چا رو 100 ریال نه خواهر و مادر این سورشته شدن شخصایی که معیوبن طواف کردن نمیتونن ماز خواهر و مادر و برادر اون بچه که رفته شده میشینن مقصد همین عربه چا با همین عربه چا فرگشتن میگیره تماما پولنستی 100 ریال چند تا میشه 100 ریال 2100 روبل 2100 روبل میتیه 7 گروه ده موشی چه میگن اینه همین رو راست کردیم دوستان عزیز 7 واقعا اینم در میبرد بعد این طرف سر تروش میره سر اونش نداره من بگیم خلاص کردیم الحمدلله و سری بلند برمادیم 8 ساعت نشون این ساعت تكين حضرات